سلام به همگی. انقدر گفتید دریفت زدن رو بهمون یاد بده، تصمیم گرفتم این ویدیو رو درست کنم. اول یه چیزی بهتون بگم، دریفت زدن کار خطرناکیه و جایی که شلوغه این کارو نکنید. دوما که اگه شما دریفت زدن رو خوب یاد بگیرید، خیلی خوب میتونید پیچا رو جمع کنید، پس برای بازی و سرگرمی نیست. فرمون هایی که هیدرولیک هستن خیلی راحت تر میشه باشون این کار کرد و ماشین هایی که دیفرانسیل عقب هستن خیلی راحت تر میشه باشون دریفت زد. حالا میریم دریفت زدن رو انجام میدیم که یاد بگیریم. حرکت میکنیم. ماشین مانوئل با ماشین اتومات هم میشه، ولی خب ماشین مانوئل چون چیز دورش خیلی بیشتره. ببینید سر گاز میدیم، ماشین هم بر روی دنده 2 باشه. بعد فکر کنید که این فرمون ساعته و شما میخواین از ساعت 12 به 6 سریع معکوس بدارید به این صورت. حالا ما میریم که انجامش بدیم. خب این الان ساعت 12. خب بعد ترمز دستی میکشی سریع اینجوری. با دیگه انجامش بدیم. دنده 1 گاز میدیم. من اینجا جای خلوت رو پیدا کردم بخاطر اینکه خطرناکه. اینجا جنب شبا میان، موتور سوارا میان اینجا دریفت میزنن. خب دنده روی 2 1 2 3 به این صورت. از 12 یک راست من اومدم به 6. خب الان که بخوایم دورش بیشتر بشه میخوایم گاز بدیم. این اگه میخوایم که چند بار دور بزنه باید همزمان گاز بدید و ترمز دستی هم بکشید. الان من دوباره انجامش میدم. دنده روی 2. خب من ترمز دستی رو میکشم و گاز میدم. اینجوری شما میتونید چند تا دور بزنید. ترمز دستی بالاه و پا روی گازه. Are you ready?